پول بیارن، جنس بیارن، وسایل بیارن. همه تو که میگه وسایل لازم نیست، فلان چیز لازم نیست، نیارید نیارید. و اینها جمع کردن و دارن بیارن. همین اندازه دسترسشون، تواناییش و همین همدردی، تک تک اشاره ها. مخصوصا تهرانی ها خیلی همت کردن. مناطق کرد نشین عزیزان کرد تمام ایران، خراسان، زمین، کرمان، اصفهان، نمیشه محمد رو نام برد، شیراز و بالاخره بندر عباس، هرمزگان، بوشهر و تمام استان، کدوم یکی، گلستان، از هر جا هر کسی بالاخره کمک به این مردم برسه. همدردی، این بیداری یعنی همین محبت پیدا شده. مردم ایران به یک دیگه محبت پیدا کرده. این نمید میده آینده خیلی خوبی را، آینده روشنی را. نفرت و کینه و فرار از یک دیگه و فرار انسان از انسان و این هیچ نتیجه نداره، هیچ نتیجه نداره. محبت نتیجه داره. این آینده، این بارقه است که آینده درخشانی را نوید میده به مردم ایران. و آینده ما این مردم ایران خوب توانایی دارند، خوب شایستگی دارند. اگر از مردم ایران اعتماد میشد، بر سرشون کار گرفته میشد که این مملکت را گلستان بکنن. تکبیر! همه زنان ایران، زنان، حالا مردان اجازه بدن که زنان، همه زنان ایرانی را بدید، شما اعتماد کنید و بر سر این اعتماد بشه و میدان داشته باشه. اینطور نه که محدود باشه. مثل محدود دیگه او هیچ اختیارات هم میتونه این کشور را بسازه، به راحتی ساخته میشه. آخرت خودشون را بسازه، دنیایشون را بسازه، ملک خودشون را بسازه. اینا را الله توانایی داده. مردم ایران مردمی هستند که من این نیست که تعارف میکنم، یعنی من شناختی که دارم، من روی شناخت خودم. حالا اگر کسی شناخت من رد کنه من ناراض نمیشم. شناخت اینه که مردم ایران، همه اقوام ایرانی، همه این مردم ایران از بهترینان مردم دنیا هست. این مردم خوبی هست و الله تعالی این ملت بهترین رحمت و برکاتش را در این سال جدید الله تعالی بر سر این ملت نازل بکنه، بر مردم ایران نازل بکنه و نگرانی و پریشانی همه الله تعالی سر مردم ایران، مردم فلسطین و غزه و همه کسانی که توی دنیا مظلومند و سرزمین هایشون اشغال شده و نگذاشتن که به سرنوشت خودشون دخیل باشند و به مقدرات خودشون دست داشته باشند. اینها را الله به سرنوشتشون برسانه و مشکلات حل کنه و به امید این پیروزی توصیه به رانندگان عزیزانی که سخت کشان که همش با احتیاط رانندگی میکردن، بویژه این روزا استان ما میزبان مهمانان از سطح کشور. بله همه رانندگان ما توصیه میکنیم، نه به خاطر تنها خودتون. اگه که تنها خود باشه بعد میشه همون خودپرستی. به خاطر امنیت خود، جان خود و امنیت
همه تردد کنندگان که توی جاده تردد میکنن، برای امنیت و سلامتی همه این مردم، امنیت خود رانندگان، همه رانندگان و مسافرین توصیه میکنم که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. سوختوران مخصوص که از سریع رانندگی کردن توی جاده ممنوعه. جان خود به خطر میفته، جان دیگران به خطر انداختن حرامه. و از لحاظ شرعی کسی که از حد مجاز سریعتر رانندگی بکنه قاتل حساب میشه. حالا قتل قصد نداشته ولی قتل خطای میشه. و لحاظ ای باید قوانین رانندگی مجازه ولی به شرط مجاز که قوانین رعایت کنه و رات رعایت کنه. و از صاحبان پمپ و از حضور شما جایگاه ها سوختی توصیه می شود که سعی کنه که مسافرین زن و بچهشون سوار از راه دور می آیند، خستن، اینها را سر پمپ میتوانن معطل نکنن و اینها را حرمت گذاری بکنن، احترام بگذارن. و اینها مهمان من و شما هستند، مهمان مردم ما، مردم استان ما هستند و اینها را احترام گذاری کنن. جای کسی مانده برای چیزی غذای آب نان شما همت کنید و تامینشون بکنید. الله تعالی توفیق عنایت کنه. و یک توصیه اخیر بنده در رابطه با مسئله حوزه هست و مسجد و ما همیشه دوست نداریم که بالاخره حرفا را بگیم ولی بالاخره به یک اندازه باید که شما را میخوام فقط در جریان بگذارم که با این وضعیتی که امروز هست توی کشور و بحران اقتصادی و بحران‌های مختلف مواجهیم. همین بحران مدارس هم دارد و به هر حال به همه مدارس توصیه هم اینه که مدارسی که اونجا کار میشه برای نام اعتقاد ندارم، اونجایی که واقعا کار میشه شما اونجا اولادترن، اکتشون بیشتری به اونها رسیدگی بکنید، بیشتر به فقرا و مساکین و خانواده زندانی ولی بخش بزرگی از زکات و خیریه هایتون را به حوزه اختصاص بدید که مشکلات خیلی دارن عزیزم. با این وضعیت که الان هست و شهریه ها و مخارج روزانه یک عزیز گفتن که من پرسیدم که مثلا پارسال این یک مبلغی را داده بود، من گفتم امسال یک سال بعد او چقدر داده؟ مبلغ تقریبا 2 برابرش داده است. من گفتم انصاف خوبه، انصاف کرده، چون او مبلغی که او داده بود 2 برابری همین مبلغ امساله. پول پارسال پول سال گذشته مثلا که دلار 30,000 بود، دلار 1030 بوده، الان 60. بالاخره این 2 برابر شده، 2 برابر هم رد شده است و این 2 برابر شما رعایت کنید. پارسال 100 تومان به حوزه دادید، الان بیاری 100 تومان، این 100 تومان شما چیزی نمیشه. و شما به هر حال به مدرسه بیشتر توجه کنید انشالله. اسباب زکات و از جیب مبارک خودتون بدید، خودتون بیارید و برسانید. بهترین صورت و چهره است، به هر صورتی که برایتون ممکن است برسانید. و هم توصیه میکنه، این برای طول رمضان توصیه بنده خدمت شما است و مگه که مرا نگفتن
و جلوتر هم گفته شده و هم مسجد که آخری کارهای عمرانی 6 سال و ماها همه جا فشار آورده و مخصوصا برای مسجد که همه سنگار آخر خرید کرده و سنگ فرش کرده و الحمدلله نماز برگزاره و این ثواب جاریه برای کسانی که اینجا مشارکت داشتن. مسجد هم مورد توجه خاص قرار بدید، دعای خیر کنید و دعاهایتون خیلی مهمه. و این بهرحال این مشکلات ها که الان این فساد که متاسفانه متوجه و به هر حال بیت المال هدف قرار داده و بالاخره سرمایه های ملی را این فسادها خطرناکه و این بالاخره مشکلات کل از همین ناحیه، تمام از همین ناحیه دیده میشه که جایی که هیچ کسی گوان هم نمیبره و بعد متوجه میشه که این چه خبره و این برای هیچ کسی چیزی نمیمانه. امیدواریم که الله تعالی فرج بیاره، الله تعالی به حال همه ترحم کنه و مشکلات ها را برطرف بسازه. تکبیر! الحمد لله رب العالمین. یا الله، یا رب العالمین، ای خالق توانا، ای پروردگار عظیم، ای خدای که خالق همه این آسمان ها و زمین و جهانی و همه این موجودات، به تسبیح تو، به ذکر تو، به سجده و تعظیم تو، هر چیزی به مناسبت حال خود به تو ادای احترام میکنه و همه تو را میشناسند و همه شناخت دارم با تو، ای خدای عظیم و ای رب اعظم. یا الله، همه ثنا و تعریف، همه و تمجید از آن تو است، همه بندگی از آن توه، همه خوبی ها مال تو یا رب العالمین. ما بندگان توییم، بردگان توییم، به تو بدهکاریم. یا رب، ما را توفیق بندگی عنایت فرمای خدای عظیم. ای رحمان بزرگ، درخواست داریم که در این ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه عفو گناهان، ماه شب قدر و ماه قرآن، نزول قرآن، درای رحمت و درای ویجات را بر ما بکشا و ما را دریاب پروردگار بر رحمتای ایبایا. ای رب العالمین، یا الله، یا اله العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، ما گناهگاران، ما انسان‌هایی که زندگیمون در خطا رفته، اشتباه مرتکب شده ایم، حق مردم ضایع شده از دست ما، حق نزدیکان، حق انسان‌های دورتر، حق تو خودمون را یا الله و گناهگار را مقصر می‌دانیم نسبت به ذات یگانه تو حقوقت و نسبت به حق بندگان از ذات یگانه تو عذرخواهی می‌کنیم و معافی می‌طلبیم. یا الله، ما محتاج توییم، ما درمانده ایم، ما پناهگاه غیر از تو نداریم، ما دربی غیر از درب تو نمیشناسیم.
یا الله دربار تو امید ماست، ناو تو امید ماه، نسبت به تو امید ماه. یا الله ما را در این ماه رمضان بساز و از تمام آلودگی های درون و بیرون پاک بگردان، از سر تا پا ما را شست و شو بفرما، ما را بشو یا الله با آب عفو، آب مغفرت و بریز بر سر ما را شست و شو کن، دلهای ما را پاک کن از همه آلودگی ها و هواها و هوسهای ناجایز و نادرست. یا الله دلهای ما را پاک بگردان، از لوس و آلودگی گناه و شیطان پاک بگردان. یا رب همه خطاها و گناههای ما را سر ما بردار و استغفار میکنه بیامرز و ببخش ما. جنگ نابرابران، جنگ ناجایزان، یا الله تو بهتر میدانی و یا الله بندگانت مظلومان یا الله دارای هر عقیده و مرامی هستند، یا الله مظلومان داری. یا الله کشایی کن، یا الله مشکل کشایی کن و مشکلات حل کن. و یا الله ما به دربار تو امیدواریم، ما به رحمت تو امیدواریم. یا رب مشکلات حل کن. یا الله یا آفتها، زلزله ها، سیلاب ها، یا الله خطرات، یا الله این نامساعد بودن جو و فضا، یا الله شرایط جوی، یا الله همه این پروردگار مشکلات بشران و یا الله مشکلات ما هستند. همه این مشکلات تویی که حل بکنی. یا رب او تاثیری را که رمضان داشته باشه، تاثیری را که احکام و اعمال داشته باشند، یا الله او اثرات پروردگار نصیب ما بگردان. یا الله یا الله ما را بساز، ما را تزکیه بگردان، ما را اصلاح بگردان، ایمان ما را به کمال برسان، هدایت ما را کامل کن، ما را انسان نمونه بگردان، انسان واقعی بگردان، انسانیت عنایت فرما. یا الله یا الله ما را مؤمن و مسلمان نمونه واقعی بگردان. یا الله مسلمانان را از افراط و تفریط نجات بده. یا الله بشر از افراط و تفریط نجات بده. یا الله تندروی ها را یا الله دور کن از سرهای رب. یا الله ظلم دور بفرما و عدالت بیاور، انصاف. یا الله ما تشنه عدالتن، بشر تشنه عدالت و انصاف ہے، همه ما تشنه عدالتیم، انصافیم. یا رب انصاف حاکم بگردان، یا رب عدالت حاکم بگردان، خیر حاکم بگردان، خوبی ها را حاکم بگردان. یا رب العالمین تمام انسان هایی که ناهنجاری دارند، یا الله خلاف انجام میدن، رهزنی میکنن، رشوه میگیرن، گرفتار فسادن، یا الله هدایتشون برای تو آسانه. یا الله اینا را هدایت بده، وانانه که یا الله هدایتشون مقدر نیست،
در هر لباسی باشه شرشون کوتاه بگردانه. یا رب یا رب ما برای خیر و هدایت دعا میکنید ولی کسی که هدایتش مقدر نیست. یا رب یا الله گرفتار ظلم در هر جای دنیا. یا الله ظالمان پایین بکش یا رب العالمین. عاقبت ہمارا بخیر کن. گذشتگان آقای کی رحمت. یا اللہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہمیں علماء ہمیں معتمدین ہمیں پروردگارائے خوبان و نخبگان جامعہ یا اللہ و عموم مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات ہمارا یا اللہ مغفرت فرما و بجوار رحمت خود جا عنایت فرما. قبرستان ما و مسلمین عزیزان ما و ہم مسلمین مغفرت فرما. شہداء رفع درجات عنایت فرما. و یا اللہ ہمیں شہداء ایران ہمیں شہداء عالم و جہان ہمارا مغفرت فرما و درجہ عنایت فرما. مجروحین شفای عجل و کامل و صبر و تحمل و بھی اولادان اولاد زندانی ہر وسیلے آزادی علماء زندانی یا رب دانشگاهیان و اندیشمندان یا اللہ زندانی های زن زندانی های سیاسی جوان همه تیپاره یا اللہ وشل عزادی فرحات بکن.